سلام و درود خدمت همه دوستایی که ما را مشاهده میکنن و تمام فارسی زبانان، تاجیک، افغان، ایران و کسایی که ما را مشاهده میکنن. ما را میشناسن. بیژن قندوزی هستم. میخوایم یک پیام داشته باشم برای طالبای مزدور بی وجدان و بی ایمان و مادر زنا و مادر خطا و بی ناموس، بی غیرت. دیدین که چطور لاشایتان انداخت، لاشکایتان دیدین که جمع کردن نمیتونین. شما بی غیرت ها در جنگ خود نمیتونستین افغانستان به هیچ وجه بگیرین. معامله شد پیسر از شوهای خوارتان است، چین گرفتین از پاکستان، یا پاکستان خود کلش مردگه است. شما اونمو ارامی های پاکستان هستین. خدا راستی قسم با مو خدا قسم میخورم که کل شما کن شدین، کل شما را کن کردن در خورترکی هایتان و شما را مقصایتان ششتن که شما علیه مردم افغانستان، علیه مردم غیور افغانستان، مردم که کلش مسلمان است، شما مردگوات جنگ دارین. علیه کی؟ علیه شیوع خوارتان جنگ دارین، نه امریکاست نه کدام خارجیست فعلا. و شما کل زورتان برای پنشیر زدیم، زورتان نکشید، لاشایتان انداخته مثل خر واره بوی گرفته و حالا زورتان نکشید. شما از چیچین و از طالب و از طالبای پاکستان و از عیسای پاکستان شما حمایت میگیرین و تیارایتان پایین میکنین و از وای حمایت میکنین. ای توف بل رویتان، ای توف به غیرتتان. کلتان کس مادر استاد طول مورون کس وغایم تا طول مردگوانی، طول خرکسانی، طول بیناموسانی، طول وحشیانی. تا خود زما جب نپیژنه، زایستا جب استا مردگو کسخوار جب. بسیار معذرت میخوایم دوستا که بسیار اعصابم خراب است. امروز پاکستان با 500 اردوی پاکستان و از دیگر کشورها میخواین که سر پنشیر هجوم کنن. شما اقب بی غیرت، اقب بی ناموس هستین. کنجا هم کودکاس، هم زناس، هم مرداس. راه اقتصادیش بند کردین، راه نان و آبشان بند کردین، اما خدا هم راه از واست، خدا هم راهشان است. زنده باد پنشیر، زنده باد مردم پنشیر، زنده باد مقاومت، زنده باد. من خود از مجاهدین های خوش نیستم، اما فعلا من مجاهد پنشیر هستم، مجاهد جبهه دوم هستم. و خدا راستی که من اینمق امکانات پیدا کنم که من بیایم، من جان خدا فدای مردم خود فدای پنشیر میکنم. من بیژن قندوزی با افتخار میگم که من یک افغان هستم و بیرق افغانستان بالا میکنم. زنده باد مردم افغانستان. مرگ بر طالبان، مرگ بر رژیم خائن و چتل ای بیناموسا در کل جهان. انشالله به زودی گلمه کل جمع میشه. به غم باشین. استادم مرد کس و غیم.